خورش شمالی مرغ‌آلو یا مسم‌آلو با طعم ملس رو با هم درست میکنی. روزتون بخیر دوستان عزیزم، به کانال من خوش اومدین. موادی که برای این غذا نیاز داریم و براتون نوشتم. بریم سر آشپزیمون. به مرغایی که شسته بودیم و با دستمال آشپزخونه خشک کردیم، فلفل سیاه و پاپریکا و نمک میزنیم. خوب مالشش میدیم، بر نیم ساعت میذاریم بمونه تا این مواد به خورد مرغ بره. آلوی زرد و آلو سیاهمون هم بر نیم ساعت خیس میکنیم. 2 تا پیاز بزرگ داشتیم، پوست کندیم، شستیم، نگینی ریز خوردش میکنیم. 4 تا گوجه فرنگی داریم، از وسط نصف میکنیم و تو بلندر پوره میکنیم. من همیشه ترجیح میدم تو غذاهام از گوجه فرنگی و لیموی تازه استفاده کنم. روغن رو در قابلمه میذاریم داغ بشه. یه دونه پیاز میندازیم، امتحان میکنیم. روغن که داغ شده بود، بقیه پیازها رو اضافه میکنیم. پیازها رو تفت میدیم تا سبک بشه و حالت شیشه‌ای پیدا کنه. بعد یه قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم. زردچوبه رو با پیاز تفت میدیم تا بوی خامیش از بین بره. پوره گوجه فرنگی که درست کرده بودیم و اضافه میکنیم و تفتش میدیم تا گوجه‌مون سرخ بشه و آبش کشیده بشه. یه قابلمه دیگر رو روی شعله متوسط گاز میذاریم. داغ که شد، روغن رو اضافه میکنیم. روغن که داغ شد، تیک‌های مرغ مرینیت شده رو توی قابلمه میچینیم. مرغا رو از 2 طرف سرخ میکنیم. تا مرغامون دارن سرخ میشن، میریم سراغ گوجه فرنگیمون و میبینیم آب گوجه فرنگی ها کاملا کشیده شده. رب گوجه رو اضافه میکنیم، هم میزنیم تا رب هم سرخ بشه. همینطور که میبینید مرغامون از پشت و رو سرخ شده، میذاریمشون کنار. حالا رب رو سرخ میکنیم تا رنگ باز کنه. 2 لیوان آب گرم اضافه میکنیم. شعله گاز رو زیاد کنیم تا جوش بیاد. وقتی که آب جوش اومد، مرغا رو درون قابلمه میذاریم. در قابلمه رو میبندیم. بین 30 تا 45 دقیقه بستگی به نوع مرغتون داره میذاریم که با حرارت ملایم بپزه. بعد که مرغا تقریبا پخته شد، آلوهای خیس شدهمون رو اضافه میکنیم. به آرومی مواد با هم میزنیم. یه دونه چوب دارچین، 1 قاشق غذاخوری شکر و گل محمدی که بین دستمون پودرش میکنیم و به خورش اضافه میکنیم. به آرومی خورش تا هم میزنیم. بعد 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 2 قاشق چایخوری نمک رو اضافه میکنیم. همینطور که میبینید خورشمون داره ریز جوش میزنه. آب 1 دونه لیمو ترش هم اضافه میکنیم. آخر سرم زعفرون دم کشیده رو اضافه میکنیم تا عطر و رنگ خوبی به خورشمون بده. برای 15 دقیقه دیگه میذاریم خورش بپزه و کاملا جا بیفته و عطر و طعم مواد به خورد هم بره. تا خورشمون جا بیفته، سیب زمینیایی که داشتیم و شستیم و پوست کندیم و از درازا خلالی خرد میکنیم. سیب زمینی‌ها رو توی آب سرد میذاریم تا نشاستش جدا بشه. بعد از 1 ساعت سیب زمینی‌ها رو از آب بیرون میاریم، توی آبکش میذاریم. آبش که رفت بهش نمک میزنیم. توی یه قابلمه گود تا نصفه روغن میریزیم. روغن که داغ شد، سیب زمینی‌ها رو در 2 نوبت اضافه میکنیم. اولش هم نزنید که سیب زمینی‌هاتون له میشه. بعد که سیب زمینی‌ها از حالت نرمی در اومدن، همشون بزنید. سیب زمینی‌هامون سرخ شده، یه مقدار بالا پایینش کنین، روغن اضافهش بریزه. بعد روی دستمال آشپزخونه بذارین تا باقی روغن اضافهش گرفته بشه. خورشمون هم حاضر شد. چون توی این خورش آلوها موقع پختن یکم له میشه، لعاب به خورش میده و خورش رو غلیظ میکنه. خورش مرغ‌آلو رو توی ظرف مورد نظرمون میکشیم. دور تا دورش هم سیب زمینی میذاریم. این غذا رو همراه با کته زعفرونی میل میکنن. بعضیا در این غذا از سیب زمینی سرخ شده استفاده نمیکنن، ولی من تا جایی که یادمه مادر بزرگم این غذا رو درست میکردن و دور تا دور خورش سیب زمینی سرخ شده میذاشتن. امیدوارم درست کنین، بخورین و از طعم ترش و شیرینش لذت ببرین. خدا نگهدارتون تا ویدیو بعدی.